سلام به همه عزیزان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. من آناهیتا کریمی، کارشناس تورهای بخش اروپایی، امروز در خدمتتون هستم تا در مورد سوالات پرتکراری که از ما میشه در زمینه نحوه و اخذ ویزا با هم دیگه صحبت کنیم. با من همراه باشین، شاید سوالاتی که مطرح میشه سوال شما هم باشه. اولین چیزی که در مورد ویزای شنگن یا شروع هر سفری در واقع ما نیاز داریم پاسپورت معتبر هستش. پاسپورتی که حداقل از تاریخ سفر 10 ماه اعتبار داشته باشه. بعد از اونم مدارک شغلی، مدارک مالی و مدارک هویتی هستن که باید حتما به کارشناسان ما ارائه بشه، چک بشه، بررسی بشه و وارد سفارت بشه. آیا که سفر به پشتوانه بیش از 15 سال سابقه همکاری مداوم با سفارت فرانسه و تجربیاتی که در این زمینه داره بیشترین حجم اکسپت شدن ویزا رو در واقع داره. خیلی با توجه به اینکه برنامه سفر ما به سفارت ارائه شده، امکان ویزای تک وجود نداره. با توجه به سابقه کاری ما در این زمینه، بهترین تایمی که مسافر مجدداً اقدام به ویزا میکنه گذشت از 2 سال از آخرین ریجکتیش هستش. اما این یک قانون مدون و مشخص نیست. اینکه در قالب تور اقدام میکنید یعنی برنامه سفر شما در قالب تور به سفارت اعلام شده و تمام مدارک هویتی شما و مدارک شناسایی شما، شغلی شما به سفارت اعلام شده. از همین بابت تو قالب تور خیلی تفاوتی نمیکنه که بخواید به خانواده اقدام بکنید یا به تنهایی. جریمه‌های احتمالی عین کنسلی پرواز طبق قوانین هر هواپیمایی در واقع از مسافر کسر میشه و مابقی اون مبلغ به حساب مسافر استرداد میشه. بله، سند ملکی در بعضی از سفارتخونه ها در واقع جز مدارک الزامی هستش، ولی در حال حاضر برای سفارت فرانسه سند مالکیت الزامی نیست. تمام تصفیه هتل ها، پروازهای داخلی، ترانسفرها به صورت ارزی انجام میشه و امکان اعلام نرخ ریالی ثابت وجود نداره. اگر سوالی دارید برامون کامنت بذارید. در کل خیالتون راحت باشه، ما کاری میکنیم که سفری بی دغدغه داشته باشید. ممنون از اینکه همراه من بودید.